به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسانزاده با عریضه مرد 33 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 13 می سال 2023 هنگام در جای کارش در دکان تعمیر تلفن‌های موبیلی واقع در داخل بازار برکت شهر ترسانزاده قرار داشتنش نابالغ 15 ساله ساکن همین شهر از سبب به میان آمدن مناقشه او را با کارد یک مرتبه به قسمت گردنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 33 ساله ساکن نوای باباجان غفوروف همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نام برده آخرهای سال 2018 تا اولای سال 2019 دو روی فریب به باوری مرد 46 ساله ساکن شهر بوستان در آمده از او $70,000 امریکایی گرفته از آن 2000 را برگردانیده باقی مانده $68,000 را تا حال برنگردانیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.